مردوک سرزمین گوتی و تمام سپاهیان ماد را در برابر پاهای او به کرنش درآورد. کوروش همه مردمان سرسیاه را که مردوک به دستانش سپرده بود به دادگری و راستی شبانی کرد. همه مردم بابل، تمامی سرزمین سومر و اکد، بزرگان و فرمانروایان در برابرش کرنش کردند و بر پاهایش بوسه زدند و از پادشاهی او شادمان گشتند و چهره‌هایشان درخشان شد. مردوک به کارهای نیک کوروش به شادی نگریست. منشور کوروش بند 13 تا 18. کودکی و جوانی کوروش بزرگ یکی از معماهای بزرگ تاریخی است که باعث بحث و جدل‌های فراوان میان مورخین شده است. داستان‌هایی که به کودکی و دوران جوانی کوروش بزرگ اشاره دارند مملو از بنمایه‌های افسانه‌های بومی و محلی است، از جمله قهرمانی که پیدایشش پیشگویی شده یا قهرمانی که خاستگاه فروتنانه‌ای دارد. برخی بنمایه‌های به کار رفته در داستان کوروش ریشه در سنت و فرهنگ ایرانی دارد و برخی دیگر مشابهت‌هایی با افسانه‌های میانرودان و یونان باستان. داستان‌های کودکی و جوانی کوروش ما را به یاد افسانه سرگون اکدی، پرسئوس یونانی، فریدون، کیخسرو و کارنامه اردشیر بابکان می‌اندازد. این تشابهات به همراه برخی اشتباهات و اشکالات در نوشته تاریخ‌نگاران یونانی باعث شده که عده‌ای از مورخین مدرن در صحت روایت تاریخ‌نگاران یونانی از کودکی و جوانی کوروش بزرگ تردید کنند. متاسفانه بازسازی این دوره از زندگی کوروش بزرگ جز بر پایه حدس و گمان امکان پذیر نیست، چرا که داده‌های ما بسیار ناچیز هستند. تنها نکته‌ای که بنابر نوشته تاریخ‌نگاران یونانی و یافته‌های باستان شناسی می‌توانیم با قاطعیت آن را تایید کنیم آن است که در قرن هفتم پیش از میلاد دو پادشاهی ماد و پارس در حال توسعه قدرت خود بودند. اما اینکه این دو پادشاهی چه رابطه با یکدیگر داشتند برای ما روشن نیست. با اینکه برخی منابع یونانی گزارش از سلطه مادها بر پارس‌ها می‌دهند، اما شواهد و اسناد باستانشناسی آن را تایید نمی‌کنند. اینطور به نظر می‌رسد که در سال 585 پیش از میلاد، هنگامی که آستیاگ بر تخت پادشاهی ماد تکیه زد و کمبوجیه در پارس پادشاه بود، دو دولت قدرت برابری داشتند و شاید به همین خاطر آستیاگ دخترش را به پادشاه پارس داده تا روابط دوستانه‌ای با ایشان داشته باشد، هرچند که هیچ سند محکمی از این پیوند وجود ندارد. بنابر تخمین مورخین، کوروش بزرگ باید بین سالهای 600 تا 588 پیش از میلاد دیده به جهان گشوده باشد. او در جوانی شهبانو کاساندران را به عنوان همسر خود برگزید که این ازدواج جایگاهش را در خاندان هخامنشی تقویت نمود، چرا که فرناپات پدر زن کوروش مردی با نفوذ و قدرتمند بود. پارسیان تحت رهبری کمبوجیه پدر کوروش دولت آرام و صلحجویی بودند. اما هنگامی که در سال 559 پیش از میلاد کمبوجیه از پادشاهی کناره‌گیری کرد و پسرش کوروش را به جای خود بر تخت نشاند، پارسیان مراحل ترقی را طی نمودند. کوروش که مردی با اراده و بلند پرواز بود، از همان آغاز نقشه‌های بزرگی برای قدرتمند کردن پارسیان در سر می‌پروراند. او به نیکی می‌دانست که برای داشتن یک پادشاهی قدرتمند به سپاهی جرار و مجهز نیازمند است. پس در گام نخست خواست تا ارتشی بزرگ و قدرتمند پدید آید. کوروش برای بسیج کردن سپاه مورد نیازش باید دیگر قبایل پارسی را با خود همسو و همداستان می‌کرد. بنابر روایت هرودوت، کوروش پیکی به سوی بزرگزادگان
و رؤسای قبایل پارسی گسیل داشت تا همگی به دیدار او بیایند. رؤسای قبایل با شنیدن سخنان و برنامه‌های کوروش تحت تأثیر قرار گرفته و پذیرفتند سپاه مورد نیاز او را در اختیارش گذارند. حال که کوروش سپاه قابل توجهی در اختیار داشت، برنامه خود را اجرایی کرد. او تمامی سرزمین پارس، بخش‌هایی از کرمان و همچنین شهر شوش را طی 6 سال به زیر فرمان خود آورد. کوروش با گسترش مرزهایش در غرب با پادشاهی قدرتمند بابل هم مرز شد. او برای برقراری رابطه دوستانه با همسایه غربی سفیری به سوی بابل گسیل داشت. از قضا فرستادن سفیر به سوی بابل با فتح شهر حران توسط مادها همزمان شد. مادها و بابلیان طی 2 سال گذشته برای تسلط بر شمال میان رودان با یکدیگر رقابت می‌کردند و سرانجام این مادها بودند که در سال 553 موفق شدند شهر حران را به دست آورند. همزمانی این 2 رویداد باعث بدگمانی پادشاه ماد شد. آستیاگ این پیش آمد را نشانه اتحاد میان پارس‌ها و بابلیان دانست و گمان برد که کوروش می‌خواهد هنگامی که او در میان رودان گرفتار جنگ با بابلیان است، از فرصت استفاده کرده و بر حکمتانه چیره شود. او به منظور پیشگیری از این رویداد هرپگ را به حکمتانه فرستاد تا سپاهی برای جنگ با پارسیان تدارک ببیند. سال بعد هرپگ با سپاهی گران راهی پارس شد، اما به جای جنگ با کوروش تحت تأثیر شخصیت بزرگ او قرار گرفته و با تمامی سربازانی که همراه خود داشت به اردوی وی پیوست. این خبر آستیاگ را غرق در وحشت کرد. او با وجود موفقیت‌هایی که در مقابل بابلیان به دست آورده بود، میان رودان را ترک گفت و با تمام قوا به حکمتانه بازگشت. آستیاگ به سبب خیانت هرپگ به تمامی افسران و فرماندهان سپاه خود مشکوک شده بود. او برای اینکه پیش از لشکرکشی به سوی پارسیان از سپاه خود دل آسوده شود، دست به اصلاحات و پاکسازی گسترده نیروهای مخالف زد. حذف و زندانی کردن مخالفین سبب ناخشنودی بزرگزادگان مادی گشته بود، اما آستیاگ بدان توجهی نکرد و در سال 551 پیش از میلاد با سپاهی که نیروهای تازه نفس تقویتش کرده بودند برای به زیر کشیدن کوروش راهی پارس گشت. کوروش که از پیش برای این جنگ آماده گشته بود، بیدرنگ نیروهایش را انجمن کرد و در مرز مشترک با مادها مستقر شد. وی هرپگ را فرمان داد تا تمام زنان و کودکان را از دهکده و روستاهایی که برج و بارو نداشتند جمع آوری کند و در دژ مرزی سکونت دهد. کوروش و سپاهش نیز بیرون دژ آرایش گرفتند و خود را برای رویارویی با آستیاگ آماده کردند. در آغاز بهار سال 551 پیش از میلاد آستیاگ و نیروهایش به مرز پارس رسیدند. سپاه غولاسای آستیاگ بنابر گزارش تاریخ نگاران یونانی شامل 1,000,000 پیاده نظام، 200,000 سوار نظام و 3,000 عرابه جنگی میشد. آستیاگ در قلب سپاه جای گرفت و 20,000 محافظش پیرامون او را گرفتند. در طرف مقابل پارسیان پیش از رسیدن مادها در آوردگاه حضور یافته و در آماده باشه کامل قرار داشتند. کوروش 300,000 نیروی سبک اسلحه، 50,000 نیروی سواره و 100 عرابه جنگی در اختیار داشت. کوروش به همراه پیاده نظام در قلب سپاه جای گرفت و در نزدیکی خیش 10,000 تن از نخبه ترین سربازانش را قرار داد. نیروهای پیاده نظام پارسی به کمان، نیزه و سپر تجهیز شده بودند تا هم بتوانند از دور به نبرد بپردازند و هم از نزدیک. کوروش در سمت راستش پدرش کمبوجیه را قرار داده بود که بخشی از نیروهای پیاده و سوار نظام را رهبری می‌کرد.
در این جناح عرابه‌های داستاری که کوروش خود اختراعشان کرده بود نیز قرار داشت. جناح چپ را به هرپاگ و سربازان مادی تحت امرش سپرده بودند. شمار نیروهای دو طرف بنابر سنت تاریخ نگاری یونانی بسیار بیشتر از واقع گزارش شده است. در حقیقت سپاه ما نباید بیشتر از 60,000 تن و سپاه پارسیان باید حدود 45,000 مرد جنگی بوده باشد. نبرد با فرمان حمله آستیاگ آغاز شد. ماتا برای رهایی از بارش تیر کمانداران پارسی شتابان خود را به صفوف پارسیان رسانده و با ایشان درگیر شدند. در میانه میدان نبرد این پارسیان بودند که برتری داشتند. کوروش خود شخصاً پیاده نظام نخبه را رهبری می‌کرد و به آهستگی ماتها را به عقب می‌راند. در جناحین اما ماتها به واسطه برتری عددی خود دست بالا را داشتند. کوروش برای تقویت جناح راست خود به عرابه‌ها دستور داد که به جناح چپ سپاه ماد بتازند. یورش ایشان سهمگین بود و بسیاری از ماتها در اثر برخورد با عرابه‌های داستار از پا در آمدند. آستیاگ که از دیدن این صحنه به هیجان آمده بود شجاعت پارسیان را تحسین کرد. سپس به فرماندهان خود چنین گفت: اگر نتوانید بر سپاه پارس چیره شوید به سختی تنبیه خواهید شد. با وجود اینکه یورش عرابه‌ها تلفات سنگینی به ماتها وارد ساخته بود، اما برتری شمار نیروهای ایشان مانع از آن شد که سپاه ماد ضربه جدی بخورد. موج پیاپی حملات ماتها به صفوف پارسیان در نهایت کار خود را کرد. کوروش میدید که در جناحین نیروهایش به آرامی در حال پس نشست هستند. او که به نیکی دریافت اگر نبرد با این شدت ادامه پیدا کند به زودی در جناحین شکست خواهد خورد و قلب سپاهش در محاصره قرار خواهد گرفت. به افسران و فرماندهان سپاه دستور داد تا به آرامی و با نظم کامل از صفوف مادها فاصله گرفته و به سمت دژ بازگردند. پارسیان فرامین کوروش را به شایستگی اجرا کرده و به سلامت به پشت دیوارهای دژ رسیدند. کوروش که دریافته بود نمیتواند دژ را حفظ کند، بخشی از سربازانش را با زنان و کودکان همراه کرد تا ایشان را به سمت دشت پاسارگاد و دژی که در آن محل قرار داشت راهنمایی کند. سپس با سخنان شورانگیز به یارانش قوت قلب داد. مرگ پیش و روی همه ماست، چه پیروز شویم یا که شکست بخوریم. پس چه بهتر است که با خون خیش میهنمان را آزاد سازیم. سپیده دم روز بعد پارسیان دروازه های دژ را گشودند و به فرماندهی کوروش و هرپاگ از شهر خارج شدند. کمبوجیه نیز با بخشی از سپاه در شهر ماند تا در صورت عقب نشینی کوروش و یارانش را حمایت کند. پارسیان و مادها دوباره نیروهای خود را به صف کردند و با یکدیگر گلاویز شدند. آستیاگ مطابق نقشه قبلی 10,000 تن از نیروهایش را مأمور کرده بود تا به دیوارهای دژ حمله کنند. هنگامی که پارسیان و مادها در دشت مقابل مشغول نبرد بودند، 10,000 نیروی نخبه مادی توانستند خود را به دیوارهای دژ برسانند و پس از نبردی سخت آن را متصرف شوند. کمبوجیه شیر سال خورده پس از آن که تنی چند از سربازان مادی را از پای درآورد زخمی شده و به ناچار خود را تسلیم مادها کرد. کوروش که اوضاع را چنین دید فوراً فرمان عقب نشینی صادر کرد. نخستین رویارویی دو رقیب بسیار چالش برانگیز بود. با اینکه پارسیان توانسته بودند تعداد بیشتری از نیروهای رقیب را نابود سازند، اما با از دست دادن دژ خود و اسارت کمبوجیه مجبور به عقب نشینی شدند.
کمبوجیه چند روز پس از اسارت از شدت جراحتی که در میدان نبرد برداشته بود درگذشت و آستیاگ با احترام فراوان او را دفن کرد. کوروش سپاهش را از مسیرهای فرعی و باریک که قوای پرتعداد ماد نمیتوانست از آن عبور کند به سمت پاسارگاد عقب کشید. او به واسطه آشنایی با منطقه توانست خیلی زود خود را به پاسارگاد برساند. کوروش که خود را زودتر از رقیب به پاسارگاد رساند از این مزیت بهره‌مند شد که زمین نبرد را انتخاب کند. او نیروهایش را بر بالای تپه مستقر کرده و منتظر مادها ماند. اندکی بعد آستیاگ و سپاهش سر رسیدند و پای تپه آرایش رزم گرفتند. آستیاگ به واسطه اعتمادی که به شمار نیروهایش داشت بی توجه به موقعیت برتر فارس‌ها فرمان حمله را صادر کرد. کمانداران پارسی به محض اینکه مادها را در تیررس خود یافتند بارانی از پیکان بر سر ایشان ریختند. مادها که باید از سراشیبی بالا می‌رفتند سرعتشان بسیار کاسته شده بود و همین امر ایشان را طعمه مناسبی برای کمانداران می‌کرد. تلفات مادها سنگین بود، اما آنها دلاورانه پیشروی می‌کردند و خیلی زود به خطوط اول پیاده نظام رسیدند. درگیری با شدت میان دو طرف آغاز شد. نبرد پاسارگاد بسیار خونین بارتر از نبرد گذشته بود. مادها شجاعانه با رقیب مبارزه می‌کردند. کوروش و هارپاگ از سوی به سوی دیگر میتاختند و به سربازانشان روحیه میدادند. کوروش به سربازانش یادآوری کرد که برای زنان و کودکانی که در دژ پناه گرفته‌اند می‌جنگند. یادآوری این موضوع به ایشان انگیزه میداد. کمانداران پارسی که در آغاز با پیکان رقیب را مورد هدف قرار میدادند با طولانی شدن نبرد مهماتشان تمام شده و به جای تیر سنگ به سمت دشمن پرتاب می‌کردند. تلفات دو طرف سنگین بود، اما این مادها بودند که کشته بیشتری داده بودند. با تاریک شدن هوا آستیاگ فرمان عقب نشینی را صادر کرد. دو قوا از یکدیگر فاصله گرفتند تا در روز بعد به مبارزه ادامه دهند. با برآمدن خورشید مادها از اردوگاه خیش خارج شدند. آستیاگ 5000 تن از سربازانش را مأمور کرده بود تا اگر کسی نخواست از تپه بالا برود یا اگر کسی عقب نشینی کرد سر از تنش بردارند. نبرد در روز دوم سهمگین‌تر بود. بار دیگر برتری عددی مادها کفه ترازو را به نفع ایشان سنگین کرد. پارسیان شجاعت خود را از دست داده و با سرعت به سمت دژ عقب نشستند. کوروش تلاش داشت تا سربازانش را دوباره منظم کند، اما توفیقی حاصل نشد. پارسیان با فاجعه یک قدم فاصله داشتند، اما هنگامی که آنها به پای برج و باروی دژ رسیدند همسران و مادران خیش را بر بالای دیوار شهر یافتند که ایشان را بابت عقب نشینی سرزنش می کردند. جسارت زنان پارسی شجاعت را بار دیگر به اردوی کوروش بازگرداند. در آن موقع که پارسیان رویشان را باخته و پا به فرار گذاشتند مادها خود را پیروز نبرد دانسته و گمان بردند با دشمنی وحشت زده روبرو هستند. پس برای کسب غنیمت و وارد کردن بیشترین تلفات به نیروهای فراری از صفوف خود خارج شده و نظمشان را از دست دادند. از بد اقبالی مادها کوروش موفق شد بار دیگر نیروهایش را پای دیوارهای دژ منظم کند. هنگامی که چشم کوروش بر صفوف برهم ریخته مادها افتاد تعلل را جایز ندانست و بیدرنگ به سوی مادها تاخت. مادها که به کل غافلگیر شده بودند نتوانستند کاری از پیش ببرند.
حمله سربازان پارسی کوبنده و قاطعانه بود. آستیاگ که بخش بزرگی از سپاه خویش را از دست داده بود پا به فرار گذاشت، اما افسران و فرماندهان سپاهش او را به بند کشیده و تحویل کوروش دادند. کوروش برخلاف آیین پادشاهان پیشین بزرگوارانه رفتار کرد. او آستیاگ را مانند پدر خویش گرامی داشت و جایگاه ویژه‌ای برایش قائل شد. پس از این پیروزی باشکوه، کوروش دستور داد تا برای جاودان کردن چیرگیش بر مادها در دشت پاسارگاد پردیس‌ها و کاخهای شاهانه پدید آورند. از این زمان به بعد هرگاه کوروش به پاسارگاد می آمد به پاس گرامی داشته رفتار شجاعانه زنان پارسی در نبرد پاسارگاد به ایشان طلا و نقره هدیه می داد. در سال 550 پیش از میلاد، پس از آنکه سپاه پارس دمی آسایید و نیروی خود را بازیافت، کوروش به همراه آستیاگ به سوی هگمتانه حرکت کرد. هنگامی که پارسیان به شهر نزدیک شدند، مادها دروازه‌های خود را گشودند. کوروش بدون جنگ وارد هگمتانه شد. کوروش برخلاف شاهان گذشته که پایتخت دشمنان خود را نابود می ساختند، نه تنها کوچکترین آسیبی به هگمتانه نرساند، بلکه آن را به عنوان پایتخت دوم خود برگزید. کوروش با رفتارهای شرافتمندانه خود نشان داد که با تمامی شاهان گذشته تفاوت دارد. با فتح هگمتانه تمام قلمرو پادشاهی ماد به زیر فرمان کوروش درآمد. خبر این پیروزی جهان را به لرزه انداخت. در شرق دولت‌های ایرانی برای عرض احترام و اعلام دوستی خود به بارگاه کوروش آمده و با وی پیمان اتحاد بستند. در غرب کروزوس پادشاه لیدی از سقوط ناگهانی مادها به وحشت افتاد. او برای مقابله با کوروش با دیگر قدرت‌های منطقه وارد اتحاد شد و سپاهش را برای نابودی پادشاهی پارس به حرکت درآورد.